با بالا رفتن سطح آبی آبانبار نیروگاه برقی نورک آب از آن خارج می شود. حالا در این آبانبار به سطح ضروری آب جمع آوری کرده‌اند. تا اول ماه ایون از این نقب‌ها آب جاری نمی شد. اکنون که آبی کافی جمع شده است، آبی زیادتی بر رودخانه رها می شود. مقدار قابل توجه آب تقریباً 1659 متر مکعب در ثانیه همچنان در رودخانه وخش جریان دارد. مسئولین اعلام کردند که سطح آبی رودخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به 500 متر مکعب افزایش یافته است. تا سطح اتمیتکای 900 میگن آبانبار نورک تا 1 متر ما و چیزهای تکنیکی قطعی خطرهای تکنیکی تا 1 متر اگر واردات آب زیاد شود ما میتونیم وارد کنیم. از 1 متر زیاد کشید طریق 2 تا آبپرتو ما آب زیادی را میپرتویم. نیروگاه نورک با پر شدن مخزن به طور فعال برق تولید میکند. حکومت نورک تایید کرده است که همه اگرگات‌ها فعال هستند و قوه برق استحصال شده ایستاده است. با وجود افزایش سطحی آب و تولید برق، برخی از ساکنان نگرانی خود را در مورد قطع برق مطرح کردند. در شبکه‌های تقسیم برق کلاب خاموش‌شوی را تصدیق کردند. مسئولین این نهاد سبب را به کارهای تعمیری ربط دادند. در توازن تجهیزات در توازن ما یعنی کارهای تعمیری میگذارونیم. قریب که برای یک کشتن تا 3-4 ناحیه خاموش میمونند از هر تو بگاه. نیروگاه برقی نورک در جنوب تاجیکستان جایگیر است. یکی از بزرگترین آبانبار به حساب رفته زمان شوروی ساخته شده است. طریق آب این آبانبار نیروگاه نورک برق تولید میکند. اولی زمستان با سبب پست شدن سطح آب آبانبار در اکثر مناطق کشور قوه برق بالیمت داده میشد. اما در حکومت نورک پاسخی دقیق ندادند که امسال این مقدار آب در فصل سرما بسندگی میکند یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شهر نورک.